عروسی که مهرش 10 سال خدمت است. همین خیلی عروس شما دیدگی هسته واقعا وجود داره. قرآن عظیم الشان خبر میده که موسی پیامبر علیه السلام وقتی که به طرف مدین میره و با یکی از همون دو دختری که گوسفندای اونها را آب میده ازدواج میکنه، برای مهرش 10 سال خدمت میکنه، 10 سال برای خسرش گوسفندبانی میکنه. پس سوال اینجاست که حضرت موسی پیامبر قدر شخصیت بزرگ در این دختر چی را دید که خواستگار او شد و برای مهر او 10 سال عمر خود چه صرف کرد. در او دختر فقط یک صفت وجود داشت. قرآن همون یک صفت او را تعریف میکنه. خداوند خبر میده که تمشی علی استحیاء، وقتی راه میرفت با شرم و حیا راه میرفت. پس نگاه کنه که نتیجه شرم و حیای یک زن چی شد؟ نتیجه شرم و حیای او چنین شد که الله رب العالمین او را در قرآن ذکر کرد، یعنی او را تعریف کرد در قرآن. هر چیزی را که خداوند دوست بداره او را در قرآن ذکرش میکنه. او را در قرآن ذکرش کرد و برای تمام زنهای روی دنیا تا روز قیامت عبرت و نمونه گرداند و یک پیامبری اولوالعزم خودش خواستگار او گرداند. پس نگاه کنه که نتیجه شرم و حیا چی شد. ولی متاسفانه دخترهای امروز به خاطر شوهر خوب و صالح یافتن چیکار میکنن؟ به بی‌حیایی دست میزنن، در پوبلیکا میبروین با لباسهای جذاب نیم برهنه به حجاب و بیرون میبروین و خیال میکنن که شوهر خوب و صالح مییابند. ولی این خیال خام است. خواهرای عزیز، شما درس حیا و آموزه از قرآن تعلیم بگیره.